بز آوردن هم یه مسئله. البته این بز آوردن 4-5 تا مسئله در کنارش هست. ببینید یه بازی داشتیم در قدیم به نام قاپ بازی، مثل تاس بوده، از در واقع مچ استخوان گوسفند استفاده می‌کردند و بعد دونه دونه مینداختن. قاپ بازی می‌کردن. به این مچ میگفتن بجول، میگفتن شتالنگ، میگفتن اشتالنگ، میگفتن کعب هم میگفتن. با 3 تا کعب بازی می‌کردن. حالا میخوام بگم که این قاپ بوده. این قاپ 4 تا طرف داشته. یه طرفش رو میگفتن جیک، یه طرفش رو میگفتن بوک که حالا جیک و بوکش در میاد این از اونجا. یه طرفش اسب بوده، یه طرفش خر بوده. وقتی که 3 تاش خر میافتاده میگفتن خرشانس. ببینی اصطلاح خرشانس از اونجا اومده، اون بازی قاپ اومده. بله ببین 3 تا وقتی که خر می اومده یعنی 3 برابر اون چیزی که شرط می‌بستن طرف می‌برده. اگر 2 تا خر می اومده، یکیش اسب می اومده یا یکیش اسب 2 تاش خر می اومده، گفتن طرف بز آورده و میباخته. یعنی به اون شکل میگفتن بز، که حتی سپلشت هم بهش میگفتن. میگه سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزی برسد. یعنی دیگه وقتی مصیبت ها پشت سر هم بیاد. اینم از این بوده. اینم همون 3 بزه. حالا این طرف و اون طرفش هم جیک و بوک بوده. حالا این جیک و بوک هم باید یه جوری قرار میگرفته که طرف ببره. حالا الان میگن که فلانی جیک و بوکشون یکیه یا جیک و بوکشون درست در میاد بیرون، یعنی با هم دیگه تبانی میکنن، تشریک مساعی میکنن در یه کاری. و یکی دیگه مثلا 3 تا قاب میذاشتن وسط، یه قاب دیگه بیرون، اون استادشون دستشون بوده با سرب پرش میکرده، باید با اون میزده به این 3 تا. اون خیلی ارزشمند بود. حالا اگه کسی اون رو میدزدیده، هر چی طرف میخواسته پول بهش میداده که اون قاپشو بگیره. الان میگن قاپ فلانی رو دزدیدن، یعنی دیگه قاپ دل طرفو دزدیدن دیگه قاپش، یعنی طرف دیگه همینجوری منفعل، شما هر چی بهش بگید گوش میکنه. اون استاد وقتی قاپشو میدزدیدن هر چی داشته میداده که اون قاپشو دوباره پس بگیره.